برای آدرس سرگردانی او را ببره برسانه و راهنمایی بکند. آدرسی میخواد آدرس بده و اگر هیچ جایی نداره جای کمک بکنه که به یک پناهگاهی این برسه. هرچی که میتوانه هر اندازه که از دستش برمیآید برای یک انسان خدمت بکنه و حتی برای انسان تنها نه، حتی حیوانات از منابع طبیعی و منابع ملی و از این مسائل دفاع بکنه که به نفع عموما، به خیر عموما، از منافع ملی دفاع بکنه، از منافع عمومی دفاع بکنه، از مشکلات مردم صحبت بکنه. و هر کسی قلمی داره که زبان الله داده که قلمه و هر کسی توانایی داره در حد توانایی در جهت خیر بکوشد، در جهت نفع رساندن بکوشه و تلاش بکنه. خیر الناس من ینفع الناس فرمودن، بهترین مردم اونه که نفع برسانه به مردم، خیر برسانه به جامعه، کمک بکنه مردم. با مال میتوانه، یکی با زبان میتوانه، یکی علم و تخصص داره میتوانه. و هر کسی، هر انسان در فکر منافع عموم باشه، در فکر منافع مردم باشه، در فکر منافع جامعه باشد، در فکر منافع کل باشه، در فکر منافع ضعفا باشه، رسیدگی به ضعفا. خانواده هایی که سرپرست را از دست دادن، خانواده هایی که سرپرستشون زندانن، خانواده هایی که گرفتار مریضی هن، سرپرستشون مریضه، نیاز دارن. ولی این همه در جهت رضامندی الله، خوشنودی پروردگار. طلب نکنیم چیزی را جز رضامندی الله. و این سروران گرامی بندگی پروردگاره و این شکر الله تعالی و این چیزیست که حیاتی و مهمه. رمضان و روزه یکی از این عبادتهای مهمه که ارکان دین قرار گرفته، در همه ادیان بوده و در دین اسلام رمضان شریف خیلی حیاتی و مهمه. این 4 تا رکن مهم و در واقع 5 تا هستند: شهادت به توحید وحدانیت الله و رسالت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و گواهی به توحید پروردگار و نماز و روزه و زکات. هر یکی از این حیاتیان، هر یکی از این مهمان، هر یکی تاثیر گذارن. رضایت الله تعالی را اگر جستجو میکنیم در این چار چیز پابند باشه و اگر این را پابندی کردیم، امید است که کل دین توی زندگی ما بیاید و عمل بر دین آسان بشه و حرکت در مسیر دین برای ما سهل باشه و آسان باشد. و لحاظ این نماز عبادت بدنی، روزه بدنیه و زکات عبادت مالی است و حج هم عبادت جانی و هم عبادت مالی است، مرکب از جان و ماله. الله به من شما توفیق عنایت. روزه از عبادت های تاثیر گذار و بسیار مهمه در جهت تزکیه انسان، در جهت اصلاح انسان، در جهت ساختن انسان. انسان می سازه، نفس را آدم میکنه، نفس را تربیت میکنه. بر نفس خیلی سخت روزه و عزیزان اگر همت باشه آسان است.
همت باشه روزه چیزی نیست. الان ببینید توی زندان ها بعضی 70 روز اعتصاب میکنه غذا نمیخورن. چیز خیلی تعجب میکنه ما که وقتی آقا عید فطر میآید نزدیک افطار چقدر مردم خوشحالن، ما خوشحالیم. افطار روز میآید وقتی غروب همه خوشحالن، سر سفره نشستن و ما میگی که روزه امروز تمام شد. آقا روزه ماه رمضان تمام شد و ما شد این که بعضی علی همتند که بالاخره از خود میگذرن و یا مشکلات خاصی دارن و لحظه دست به کار میزنند. یعنی همت هم میگن که چند از دو ماه این غذا نمیخوره و لحظه الان یک ماه الله تعالی برای ما گذاشت. یک ماه شب بخور و چه قد این تاثیر داره که به این روز سیاه رسید شیطان و مورد لعنت و غضب خدا قرار گرفت. تکبر، منیت و ادعای خدایی که بازی میکنم، بازی که این توی لباسشون نمی گنجن، خیلی خود را بزرگ میدانن و دیگران تحقیر میکنن. این منیت، این خودخواهی، این خودپسندی، این تکبر دشمنش روزه هست. روزه میزنه تکبر را، روزه میزنه، اصلاح میکنه بخل را، که بخل یکی دیگه از دشمنان الله، دشمن الله تکبر، دشمن الله بخله. آدم بخیل الله سخیه، برو خودخواه و گردنکش. دوست دارم بنده را، دوست دارم بندگی را، دوست دارم که بندگان بنده باشن، متواضع باشن، هرچه دارن همه از الله بدانن، هرچه آبا و اجداد من و شما داشته همه این مال الله تعالی از الله، مال ما چیزی نیست. آبا و اجداد چیزی نداشتن، هرچه داشتن همه از پروردگار ذاتی نبوده، مال ما هم ذاتی نیست. حکومت هرچه دارن، حاکم هرچه داره از الله داره، ذاتی نیست، دائمی هم نیست، مال همیشه نیست، مال الله تعالی. و بندگی اینه که شکر این نعمت بجا بیاورد. در ساختن جامعه تاثیر حیاتی داره، در ساختن انسان تاثیر حیاتی داره. نماز، زکات، حج و تمام واجبات شرعی و دینی، همه آنچه که الله تعالی ما را به آن توصیه کرده تاثیر دارد در ساختن جامعه، به نفع جامعه، به نفع انسانیت، به خیر انسان. اگر باب اخلاقان، اگر از باب عمل کردن، اگر از باب اعتقادن، همه و همه برای ساختن این موجوده. و وقتی که این موجود ساخته میشه، انسان میشه بهشتی، این میشه مال جنت فردوس. و اگر انسان
اگر دلش پر از بخل باشه، بخیل باشه از مالش، هیچ کسی خیر نبیند. و اگر انسان تنگ نظر باشه، کوتاه‌بین باشه، خودش را تنها ببینه، دیگران را نبینه، لحظه این انسان مستحق عذاب میشه، مستحق عذاب میشه و انسان میشه جهنمی، روی زمین میگرده و مال جهنمه. الله از او متنفره، از او بیزاره، از او ناراضه، از او انسان. و انسانی که در حق دیگران ظلم بکنه، ظلم را نسبت به دیگران روا می‌داره، اون انسانی که نمیفهمه هیچی، اینها وقتی که توی جهنم میرن میفهمن. اما یک انسانی که او ساخته میشه، ظرفیت پیدا میکنه، توسعه حاصل میکنه، انسان شایستگی پیدا میکنه، وجودش مایه رحمت میشه برای خلق، او محبت میکنه با بندگان الله، با خلق خدا و حرف اونها را میشنود، نیاز و مشکل اونها را میبینه، دل میسوزه برای بندگان، گریه میکنه برای گرفتاران، به حال گرفتاران گریه میکنه، کسانی که گرفتاران، به حال مریضان گریه میکنه، به حال اسیران، به حال کشی بشر، تمرد بشر بر خلق ضعیف الله تعالی با سلاح‌های مدرن و پیشرفته و مخرب میکوبن بندگان خدا را و فکر نمیکنن که زیر این سلاح‌ها چه کسانی دارن میسوزن، چه کسانی دارن متلاشی میشه زندگیشون، زندگی مادیشون، زندگی جسمانیشون، خانوادگیشون، چه اطفال و اولاد زیر این بمها و موشکهای مخرب تکه تکه میشند و میسوزند. او متکبر و جبار فکر نمی کنه که بالاخره اینا انسانن، اینا بشرن، اینا زندن. انسانیت کجاست؟ کجا رفته انسانیت که در این ماه رحمت و رمضان در بسیاری از سرزمین ها موشک و بم و مثل باران میریزه، خمپاره و مواد آتشین بر سر مردم میریزن. انسانیتشون کجایه؟ شما ارتش دارید، شما قدرت دارید، ولی انسانیت باید داشته باشیم. همه بشر و انسان به انسانیت فکر کنه و حتی انسان نه، حیوانات نه، منابع و کنه، جنگلات ها نباید کسی بسوزه و تا برسه به این انسان که ارزشمندترین موجوده و نزد خدای عزوجل مورد توجهه. بله عزیزان، برای حوزه علمی گوشت امروز جمع‌آوریه که یکی از مدارس بسیار خوب و خوشنامه و
بهترین خدمت را عرضه کرده در گذشته و حالا هم الحمدلله توی همون مسیر خدمت به دین و علم داره کار میکنه. دوستان تشریف آوردند امروز اینجا مهمانند و انشاءالله دست بالا بگیرید و کمک جمعآوری بکنه برای مدرسه. یعنی من کار ندارم که اینا چه اعتقادی دارم، ولی چرا قدرت ها سلاحایشون را بر مردم بی‌دفاع اوکراین منفجر بکنند و زندگی اونها را تارمار بکنند. انسانیت اگر این قدرت ها با هم منازعه دارن خودشون بدانن با هم درگیر بشه، این ملت ها را بدبختا اینا چه کردن؟ و الله تعالی همه را هدایت کنه. لہذا عزیزان مهم است که انسان به جایگاه انسانیت برسه. توسعه حاصل، سخاوتمندی، صفت گذشت، صفت ترحم، صبر، توکل و اعتماد بر الله تعالی. وقتی صفاتهای زیبا که در برنامه الله تعالی، در برنامه شریعت، در برنامه ادیان بودند و در دین اسلام، این صفات وقتی در انسان می آید انسان وجودش رحمت میشه، سرمایه ملی میشه. انسان به نفع همه جهانیان فکر میکنه، انسان میشه. مسلمان واقعی، مسلمان نه، مسلمان واقعی، مسلمان نما نه. مسلمان نما خیلی هست توی زمین، اما مهمی که مسلمان واقعی باشه، واقعا دین در وجود او تاثیر کرده باشه، وجودش رحمت بشه. این مهمه. وقتی که ما این حکومت ها، حاکم های ایران زندگیشون میبینیم که انسان های وارسته بودن، چه اندازه وجودشون مایه رحمت بود و خلق از وجودشون در آسایش بود. خلق از وجودشون راحت بود. خلفای راشدین کلا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، بقیه بزرگان، عمر بن عبدالعزیز در زمان خلافت بنی امیه یکی از خلفای بنی امیه، واقعا انسان شایسته و لایق اگر بود عمر بن عبدالعزیز بود. و اینها وجودشون چقدر رحمت بود برای بندگان خدا و چقدر خلق در آسایش بودن، در راحت بودن. وجود مسعود رحمت للعالمین، امام المرسلین، امام النبیین، وجودشون چند رحمت برای خلق خدا بود و او با مردم سر زمین می نشست، سر حسیر نشست.
و گرسنگی کسی که دیگه که گرسنگی میکشید تا حال گرسنگان میدانیم دانیم که نمیتوانند بخورند بنوشند، حال تنگ دستان بدانیم. و سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که لباسش پیوند داشت و چندین پیوند حساب کردن در لباسش بود. وقتی که سر منبر آن حضرت بالا رفت که خطبه بدهد، روزی که تاخیر کرد در نماز جمعه، گفت که شما تاخیر کردید امروز در نماز. گفت که من لباس را شستم و این لباس من دیر خشک شده، لباس تر بوده و دیگر لباس اضافه نداشتم که به تن بکنم. و کسی که حاکمی باشه، حکومت به این گستردگی داشته باشه و به این صورت زندگی بکنه. و وقتی که شبها می رفتن سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه توی شهر مدینه دور می زدن و حاکمان خود را، والیان و استانداران دستور دادن که مردم را مورد تفقد قرار بدن، بین خود و بین مردم حجاب داشته نباشد، حجاب از مردم بردارد، در خدمت مردم باشند. حاکم زیباست که در خدمت مردم باشه، در
مردم و مردم بیچاره و مردم گرفتار باشد. به منافع ملی فکر بکنه. مهم است این نکته. منافع ملی یعنی منافع کل ملت و همه ملته. مهمه که حکومت‌های دنیا به منافع ملی تمرکز بکنن، به منافع ملت خود اول، بعد به منافع ملت‌های دیگر، ملت‌های ضعیف دیگر، ملت‌های گرفتار دیگر. اول منافع ملت، چون هر حاکم نمایندگی ملت خودش را داره. ملت‌های گوناگون برای خودشون حکومت‌های جداگانه دارند، ولهذا به منافع مجموع کل فکر کنه، به آسایش اونها، به راحت اونها. درد ملت بشنود، صدای ملت گوش کنه، در کنار ملت باشه. این را ذاتی خودش، حکومت را هیچ کسی ذاتی خودش ندانه، حق خودش ندانه. این مال مردمیم و از جانب مردم الله تعالی داده و مردم را سبب کرده است که داده است. لذا برای مردم کار بکنه. تمام غم و هم برای عموم اقوام، برای همه مذاهب. بشنود، به منافع همه فکر بکنه و رنج مردم و زحمت مردم، خواب را از چشم حاکم، از چشم کسی که بزرگتری و در راز قرار گرفته است ببره و دل بسوزه. او زمانه هست که رضایت الله از حاکم حاصل میشه. حاکم نداشته، منابع خیلی کم داره بالقوه، ولی منابعی که فعلا مورد استفاده باشه نیست. ولی به هر حال حکومت فعلیشون با یک سری موفقیت های را داشته در جهت مبارزه با فساد در هر ملک باشه، ملک تباه میکنه و میگذاره. و مبارزه کردن با فساد امروز یک واقعیت هست. واقعیت ها را باید گفت. فساد از ریشهش کنده شده، ریشهش سوخته شده در افغانستان و فساد نیست، سوء استفاده مالی نیست، تعیین ساعت نیست، آینده به دست الله است. و دوم ناامنی. دوتا مغوله که خیلی آزاردهنده بودن افغانستان، حالا 60-70 ساله که امنیت ندیده. سال اخیر
بالاخره ماشاءالله و پول افغانستان داره ارزشش بالا میره، نعمت هست. اونچه که واقعیت داره باید گفت، زعفر هم باید گفت. هم ضعف و هم قوت. این خیلی به ارزشه که پول یک کشوری که ثروتی نداشته، سرمایه نداره و منابع نداره و پولش ارزش پیدا بکنه. یک افغانیش بشه 800,000 تومان. 800,000 تومان زن 800 تومان درسته. 800,000 نه 800 تومان. بله معذرت. بله یک افغانی بشه 800 تومان بالاخره. و روزی بود که تومان خیلی ارزشش بالاتر از افغانی بود. و مدیران ما چه کار میکنن؟ مدیران کشور ما یک کشور فقیره، حداقل بانک مرکزی ما ایران بره با بانک مرکزی افغانستان تماس بگیره که شما چه کار کردید. چه اشکالی داره که ما بالاخره از کشوری که همجوار ما هست و بریم اونها را سوال بکنیم که شما راهنمایی کنید. های پول ما میره، رها شده، رها شده. و لحظه این میطلبد مسئولان امر را که به منافع ملی تمرکز کنند، حرف مردم گوش کنند، حال و وضعیت روستاییان و بیکاران و کسانی که مشغله و کاری ندارن حال همه ملت ببینن، گریه ملت بشنون، صدای ملت و تمرکز کنن بر منافع ملی و منافع ایران و پایین بیایم، به کنار مردم بشینم، در خدمت مردم باشم. و این حیاتی، این نجات و این مهم هست و الله تعالی همه را هدایت کنه به راه درست و راه راست. و لحاظ اعتقاد ما آنه که زندانی سیاسی نباید در کشور و مملکتی، هیچ مملکتی، هیچ دنیای نباشه. و حرف زندانی انسانهای سیاسی حرف داره، حرفشون رو بشنویم، صحبت بکنیم با کسی که صحبتی داره، حرف خوبش رو بگیریم و زندانی های سیاسی رو رها کنیم. تکبیر! و به حال ملت خودتون، به حال ملت ایران که یکی از ملت های نجیبه و یکی از ملت بهترین ملت هست، ملت صبوره، ملت بردباره. به حال این ملت، به حال زنانشون، به حال جوانانشون، به حال همه طیفه فکر کنیم و چه داره که من هم بنده از مردم ایران تشکر کنم و امروز خصوصا از مردم تهران به خاطر همدردیشون با
سیلزدگان جنوب کشور، جنوب استان دشتیاری که با کمک‌های مردمی و همدردی در کنار این مردم قرار گرفتن و غم و اندوه این ضایع نمی‌کنه و ما امیدواریم که الله تعالی ملت عزت و سربلندی عنایت کند و الله از منافع این ملت و از حقوق این ملت الله دفاع می کند. و آخری توصیه بندان است خدمت شما عزیزان که ایام نوروز هستند. نوروز برای سال نو را در سال نو سعادت و سربلندی را برای همه ملت ایران، برای همه مردم ایران آرزو می کنم و همه ملت های دنیا توصیه می کنم همه شما را عزیزان را که مردم می آیند این بالاخره سفر می کنم به استان سیستان و بلوچستان و مهمان من و شما هستم. خیلی اکرام کنید اینها را، خیلی محبت کنید با این مردم. مغازه‌داران، کسبه، بازاریان، تاکسیرانان و تمام کسانی که اتوبوس دارن، همه کسانی که با این مسافرین سر و کار دارن، مسافران با اونها، صاحبان هتل و مسافرخانه و به هر حال کل مردم بلوچستان و سیستان توصیه بندان است که با این مهمانانتون بسیار با حرمت رفتار کنید و احترام کنید و ارزش قائل باشید برای این مردم و الله تعالی به همه توفیق کند. الله دوست داره خصلت مهمانداری را و از انسانهای مهمان نواز الله تعالی دوست داره، سخاوتمند دوست داره. بله بله وخیم بله مقدار فطریه بله اینجا فطریه را نوشتن و با توجه به این که از جو 72,000 تومان و از گندم 50 هر یک جنس قیمت ارزانترین قیمت مال گندم هست و جوه که زیر 100 تومانه و بقیه 300 تومان خرمایه و از کشمش که در حدیث ما آمده 670 یعنی نزدیک به 700 زیر 700 تومانه و شما هر کدوم بدید صدقه فطر شما ادا میشه. ولی این گندم و جو مال همه فقرا و همه طلاب و همه بیوها و بالاخره کارگرانه که درآمد ندارم. مال شما کسب کشمش بدید، شما خرما را بدید 300 بدید، 372,000 نوشته خرما را و کشمش 600 و 700. مساکین و مدارس دینی هست. بله و این روزها برای غزه خیلی دعا کنید و فلسطین که این جنگ به پایان برسه و این آتش که فعلا سر اونها بعضی الله آتش و جنگ را برداره و الله تعالی در این منطقه آرامش بیاره
و سرزمینای اشغالی را به فلسطینیان که حق فلسطینیش برگردانه و فلسطینیان را به استقلال برسانه و فلسطین فراموش نفرمایید و همه مظلومان دنیا را برای همه باید دعا کرد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.